و حالا بشنوید از درگیری کشتیگیر ایرانی و ترکیه‌ای در جام وهبی امره در وزن 77 کیلویی کشتی فرنگی. در پی این درگیری عجیب و نادر، کمیته انضباطی محمد رضا مختاری کشتیگیر ایرانی رو تا اطلاع ثانوی تعلیقش کرده و از حضور اون بر روی تشک کشتی تا روشن شدن علت درگیری جلوگیری کرده که با این حساب مختاری هم دو بنده تیم ملی رو از دست داد و هم سهمیه المپیک رو، و همچنین باید منتظر موند و دید که جامعه جهانی کشتی چه برخوردی با این درگیری خواهد داشت و چه جرایمی برای کشتیگیران و حتی فدراسیون دو کشور در نظر خواهد گرفت که امیدوارم این جرایم بازدارنده باشن و مثمر ثمر واقع بشن تا کشتیگیران قبل از اینکه برای مسابقات جهانی اعزام بشن از نظر روحی و روانی آماده باشن. و این رو هم باید گفت که اون کشورهایی که میزبان هستن باید همه مسائل رو مراعات کنن.